بچه‌ها سلام. اونایی که کانال منو دارید میدونید که من تو کانال تلگرامم یه دو سه روزیه در مورد قلوف دارم صحبت میکنم. قلوف در عقاید شیعه، در مورد اینکه یه عده در مورد اهل بیت سری عقاید ناجوری دارن. مفصل اون طرف دارم مطالبشو میذارم. حالا یه کاری باهاتون دارم اینجا، یه دقیقه بیاید، بیاید اینجا، بیاید اینجا. خب ببینید این دوتا کتاب رو آوردم معرفی کنم بهتون. قالی همتای ناصبی و اینم تنفر اهل بیت علیهم السلام از قالیان. این کتاب حدوداً 40 صفحه است. 40 صفحه است کلا. نگاه کن حجمش چقدره. همش روایت گلچین شده. اینم یه خورده بیشتر 200 صفحه است. 200 صفحه مطلب، یه 50 صفحه هم آخرش پینوشت داره. من فایل اینا رو تو کانالم براتون میذارم تلگرام. حالا آیدیش هم مشابه همینجاست دقیقاً. حالا باز اگه خواست براتون میفرستم آیدیشو. اینا رو اگه میرسید مطالعه کنید که 40 صفحه است کلا. نیم ساعت بشینید باش تموم شده. اینم 200 صفحه است. بخونید آقا جون. بخونید. لحظه اینجا نگاه کن. آقا برای عقایدت وقت بذار بنده خدا. میبرن از عقاید تو. الان قلوف زیاده، صوفیگری زیاده، انحراف اعتقادی تا دلت بخواد تو جاهای مختلف، متاسفانه تو هیئت‌ها زیاده. وقت بذارید کتاب بخونید آقا جون. کتاب بخونید. داخل کانال تلگرام گذاشتم فایلشو. دمتون گرم.